سلام علیک دوستای عزیز بینندگان محترم. شب روزشون خوش و خورم انشالله را دیگه. این رمضان هم بخیر خلاص کردیم. قد خیش قاتی عید رم پیش از پیش کسایی که عید نکرده تواله تبریک میگیم، کسایی که عید کردن هم تبریک میگیم. یعنی جاردیم خنجری آقای قاسمی هستی. آقای قاسمی صاحب تصمیم داره که بلدیشون امی بور خوب که کلچه قشنگ معرفی کنه بلدیشون. به نظرم که در کلچه پزی ناب راییه کنج بسیار کلچه های خوشمزه و قشنگ داره، اونو بلدیشون در معرفی میگیره دیگه. انشالله که ایام عید بلدیشون خوش بگذره، جور و صحتمند باشه. آقای قاسمی فرد تشکرش میکنم. سلام علیکم بینندگان عزیز محترم، روز شما بخیر. امیدوار هستم که همگیشیم با فامیل عزیز خود باشیم. بینندگان عزیز محترم، عید رم پیش از پیش بلدیشیم تبریک عرض منم. امیدوار هستم که عیدی وقت خوشی جان جوری سلامتی داشته باشین. کسایی که عید کرده هیچی تبریک باشه، کسایی که عید نکرده بازم بلدیشی تبریک میگیم. بینندگان عزیز محترم، حال ما رایی هستم در کلچه پزی ناب علی آباد در دکان علی سینا جان. باری تو کنی که چی رقم کلچه داره، چی رقم است، چی رقم نیست. بازم لایک، سابسکرایب، زنگوله از یاد چی نره. آقای قاسمی اجان واسه دمی روزای عید می رقم توزیع خوب شم درم باز. سازید واقعی خیلی کات شد پیاز گندنه بعد سگ چی گندنه. نه واقعا تو متقم صافونی که مردم بقت آقایگو یا خالایگو گوبرن بقت بوش و قیله. واقعا میگه بقت شدن بگه ما یک دفعه باید کشتش. آره تو این قلهش میگری صافنی برادر گندگیش میگری دانه دانه جدانی آمود قندانه دانه جدانی ماشاءالله که بقت بگی این بخشه قیله که دو جورنی تو امود خماکن جوری فقط آماده قیله دیگه. قیله کنه و گوشه خلاص. آفرین. بازم دست درد نکنه، واقعا دست درد نکنه. خب بینندگان عزیز محترم، ادیب قنجگاه آقای شرفی یک لحظه یک چقه شوخیم کردی. بازم جور موفق باشین، بیننده باشین که بریم در شهر علی آباد. برای فعلا برادرای عزیز محترم، من دیم در کلچه پزی ناب کلچه پزی در علی آباد سر کوچه اخلاقی. آدمانی سابقه یاد چی باشد در سر گلی اده خرو در علی آباد. بریم که علی سینا جان در دکان کلچه پزی خواسته یا نیست. سلام علیکم علی سینا جان. علی سینا جان خوب بخیری جان جوره؟ سلامت اوقات خوش خوب است؟ الحمدلله بخیر. خرچه روزی را پرک دی دیگه. نه بینندگان عزیز محترم، هم دو بخیر. امروز درگیری علی سینا در ناب کلچه پزی در علی آباد. من دیم از علی سینا جان سوال کنم که علی سینا جان که است بخش روز دید چه رقم کلچه داره، در ریبی خوبه گرانه ارزانه، چه رقم نیشی پرسان. سینا جان
یا خوب هستی جامان شما جور حالا خیرتیه سلامت و جور باشین یلسینا جان چی رقمه این سال ریدی بازار گران ارزانه خوبه؟ بخیر جانت جورت خیره چی فرق داره ویدیویا خب ریدی بازار گفتی این سال خوبه بخیر دیگه والله مو همیشه تقدرت مناسب میدی ماها پورا ان شاء الله گیراکا همیشه راضی از ما خب نه تقدرت بال میدی مردم بردن همیشه درت مناسب هر چیز از بیسکیت گرفته تا کیک وسرا هر رقم کیک خب جور موفق باشی محمد گفتیم باش که یک دفعه از یلسینا جان اول بگیرم جور باشه که یلسینا جان کجاست کجا نیست باز بخیر شبانه روزای عید کسته شبانه روزای عید همی 24 ساعته دکان وازه دیگه شوایی دسته دیگه تا همی نیم شو رسته خب تا ملازم صبح خلاص روز تیم روزه دیگه مردم خسته مایده آره شو تیم هسته خب این بگا بالاخره تا صبح رماز چرا کسبا بخیر ایده دیگه خب انشالله ایده خب جب خوب دیگه چالا والا تلفن شما ورده سلامتی دیگه کاربار خوبه چطور پاییز مو ولی نمی هم دوی دیگه آدم فارغ نمیشه بیرده آدم چرا خمبای جان جور باشه سلامت باش جور باش بازم کس بخیر بازم ما دیگه صحیح است؟ سلامت و جور باشید خب ما برم یک دفعه تایلو کم کار بینندگان عزیز محترم این بود در گیری یلسینا جانم ده بودم در ناب کلچپزی در علی آباد سر گلی اخلاقی کسایی که از گاد علی آباد بوده در سر کوچه اده خروم میشه سمت چپ کس اده خروم میشه این طرف کس سمت راست کوچه اخلاقی برای فعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك اللهم صل على محمد إنا لله وإنا إليه راجعون خدا شما رحمت خدا شما برادرای عزیز محترم اینا بخیر ما همدام در سر خواگاه آمدم از سر خواگاه قره کسه بله سرک برمشم بله سرک بایپاس سرک کرانی برادرای عزیز محترم توکن که ما بخیر امروز علی باز دوباره کجا رئیسم
بینندگان عزیز محترم تا برنامه بعدی خدایار و مددکار.